جاغوری، نام آشنا در قلب افغانستان. سرزمینی که در میان کوههای استوار و دره‌های سرسبز داستان زندگی، تلاش، زیبایی و امید را روایت می‌کند. بینندگان عزیز و گرامی، درود بر شما. خوش آمدید به یکی از برنامه‌های دیگری از بهار پرس. در این برنامه شما با جاغوری کاملا آشنا خواهید شد. اینجا جاغوری است. سرزمینی که هر صبح با طلوع خورشید بر فراز کوهستان‌های بلند زندگی در آن آغاز می شود. نور خورشید آرام آرام بر دشت‌ها، باغ‌ها و خانه‌های مردم می‌تابد و روز تازه را نوید می‌دهد. در این سرزمین زندگی با طبیعت گره خورده است. طبیعتی که در هر فصل جلوه‌ای تازه از زیبایی‌های خود را به نمایش می‌گذارد. در بهار، جاغوری جامه‌ی سبز بر تن می‌کند. دشت‌ها و دامنه‌های کوهستان از علف‌های تازه و گل‌های رنگارنگ پوشیده می‌شوند. شکوفه‌های درختان، نسیم خنک کوهستان و آواز پرندگان تصویری از تراوت و شادابی را خلق می‌کنند که روح هر بیننده‌ای را نوازش می‌دهد. تابستان، فصل شکوه و سرسبزی جاغوری است. زمین‌های زراعتی، باغ‌های میوه، چشمه‌های زلال و مناظر گسترده طبیعی چشم‌اندازهای را می‌آفرینند که زیبایی آنها تا مدت‌ها در ذهن باقی می‌ماند. در این فصل طبیعت و زندگی در کنار هم جریان پیدا می‌کنند و هر گوشه از این سرزمین نشان از برکت و آبادانی را در خود دارد. پاییز نیز با رنگ‌های طلایی و سرخ خود از راه می‌رسد و کوه‌ها و درختان را به تابلوی طبیعی و چشم‌نواز تبدیل می‌کند. فصلی که زیبایی را در رنگ‌های متفاوت به تصویر می‌کشد. و هنگامی که زمستان فرا می‌رسد، جاغوری چهره‌ای دیگر از شکوه خود را آشکار می‌سازد. برف آرام آرام بر کوه‌ها، دشت‌ها و خانه‌ها می‌نشیند و سراسر منطقه را در پوششی سپید و درخشان فرو می‌برد. صبح‌های زمستانی با هوای پاک و آسمان زلال آغاز می‌شوند و نور خورشید بر برف‌های تازه منظره‌ای رویایی خلق می‌کند. در چنین روزهایی جاغوری به تابلوی از آرامش، زیبایی و استقامت تبدیل می‌شود. اما جاغوری تنها طبیعت زیبا نیست. بزرگترین سرمایه این سرزمین مردم آن هستند. مردمان سخت‌کوش،
آگاه، مهمان نواز و امیدوار که با تلاش و همدلی زندگی را در این منطقه جریان بخشیده‌اند. در روستاها و شهرک‌های جاغوری هر روز داستان از کار و کوشش روایت می شود. کشاورزانی که زمین‌های خود را آباد می‌کنند، کسبکارانی که برای رونق اقتصاد محلی تلاش دارند و خانواده‌هایی که با امید به آینده فرزندان خود را برای ساختن فردای بهتر تربیت می‌کنند. بازارهای جاغوری قلب تپنده زندگی اقتصادی این منطقه اند. از ساعات نخست روز مردم برای خرید و فروش، داد و ستد و دیدار یکدیگر به بازار می‌آیند. رفت و آمد مردم، فعالیت مغازه‌ها و جنب و جوش روزانه تصویر زنده‌ای از پویایی و تلاش مردم این سرزمین را به نمایش می‌گذارد. در کنار فعالیت‌های اقتصادی، آموزش جایگاه ویژه‌ای در زندگی مردم جاغوری دارد. در مکتب‌ها، آموزشگاه‌ها و مراکز علمی، هزاران دختر و پسر با امید و انگیزه به فراگیری دانش مشغول‌اند. برای بسیاری از خانواده‌های جاغوری، علم و آموزش ارزشمندترین سرمایه برای آینده به شمار می‌رود. نسل جوان این سرزمین باور دارد که پیشرفت و توسعه از مسیر دانش، آگاهی و تلاش می‌گذرد. به همین دلیل آموزش همواره یکی از مهمترین ارزش‌های اجتماعی در جاغوری بوده است. ورزش نیز بخش مهمی از زندگی مردم را تشکیل می‌دهد. میدان‌های فوتبال، والیبال و فوتسال محل گردهمایی جوانان است که در کنار رقابت، روحیه همکاری، دوستی و نشاط را تجربه می‌کنند. فرهنگ همکاری و همبستگی نیز از ویژگی‌های برجسته مردم جاغوری است. در بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و عمرانی، مردم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و برای آبادانی منطقه خود تلاش می‌کنند. همین روحیه همکاری سبب شده است که بسیاری از دستاوردهای این سرزمین با اراده و مشارکت مردم شکل بگیرد. در هر گوشه جاغوری داستانی از امید و تلاش جریان دارد. داستان معلمی که به آموزش نسل آینده مشغول است، دانش آموزی که رویاهای بزرگ در سر دارد، کشاورزی که زمین خود را آباد می کند و جوانی که برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش می نماید. جاغوری تنها یک ولسوالی نیست. جاغوری روایت مردمانی است که امید را زنده نگه داشته‌اند. روایت سرزمینی که دانش، فرهنگ، کار، همدلی و پیشرفت را ارزش می داند. اینجا جاغوری است. سرزمین کوه‌های استوار، سرزمین دشت‌های سرسبز، سرزمین زمستان‌های سپید و بهارهای شکوفا، سرزمین دانش، فرهنگ و تلاش و سرزمین مردمانی که با امید زندگی می‌کنند و آینده را می‌سازند. اینجا جاغوری است. پروین علیزاده، بهار پرس.